ضمن برگزار نمودن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 29 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. گمان برشونده با روی فریب به باوری مرد 32 ساله ساکن نوع کوشانیان در آمده 16 اکتبر سال 2020 هنگام در محله 33 نویه سینو قرار داشتنش ماشین تمغه کیا را 198,000 سومانی نرخگذاری نموده، همچون پیش پرداخت مبلغ 88 سومانیش را داده وعده می‌دهد که باقی مانده پول ماشین را در مهلت 40 شبانه روز پرداخت می‌نماید. باز مراتبه دوم 18 اکتبر سال 2020 ماشین تمغه اودی سال برآوردش 2012 را به مبلغ 176,000 سومانی نرخگذاری نموده، از این مبلغ 88,000 سومانی را همچون پیش پرداخت به جبر دیده می‌دهد و وعده می‌دهد که در کوتاه‌ترین مهلت مبلغ باقی مانده را برمیگرداند. اما گمان برشونده مبلغ‌های به دست آورده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده به جبر دیده ضرر مخصوصاً کلان مادی رسانیده است. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه فرخار با عریضه زن 41 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که شخصان نامعلوم شب 7 و 8 دکتر سال 2023 با راه پنهانی وارد منزل استقامتی شده از داخل انبارخانه مواد خوراکواری را به مبلغ 6300 سومانی دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور را مرد 35 ساله ساکن نویه مذکور صادر نموده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.